آوازخوان مشهور تاجیک و روس منیژه شام 6 سپتامبر سال 2022 با کارگردان لادو کواتیان به شهر برآمد. در این باره با نشر چندین عکس از مراسم عقد نکاح آنها ژورنالیست روس کسنیا سابچاک در تلگرام کانالش خبر داد. منیژه در این عکس‌ها با لباس عروسی دیده می شود. مراسم عقد نکاح آنها در نیکولینیا دهه در تقریبا 3 کیلومتری غرب شهر مسکو دایر شده است. منیژه 31 سال داشته در تاجیکستان به دنیا آمده است. او سال 2021 به نمایندگی از روسیه در آزمون معتبر ایورویژن اشتراک کرد و در بین 41 داوطلب جای نهم را گرفت. کسنیا سابچاک در گزارش مستقیمش از مراسم عقد نکاح نوشته است که منیژه و کواتانیان در نیکولینیا به انگشت‌های همدیگر انگشترین انداختند. منیژه ماه نوامبر سال 2021 خبر داد که از مرد دوست داشته‌اش پیشنهاد ازدواج گرفته است و به شوهر می‌براید. من گفتم که ها، نوشته است منیژه با نشر عکسی که در آن در انگشتش انگشترین نکوی انداخته است. لادو کواتانیا مؤلف کنسپسیای هنرنمای منیژه در ایورویژن با ترانه راشن وومن بود و برای دستگیری آوازخوان به هلند هم آمده بود. منیژه در آزمون ایورویژن صاحب جای نهم شد و می گفت با این دستاوردش افتخار میکند. عقد نکاح منیژه در روزهای دایر شد که این آوازخوان تاجیک تبار را برای موقع مخالفتش با جنگ روسیه در اوکراین به موج نوبتی بدبینی ها در روسیه دچار شده است. ماه ایون این بدبینی ها باعث شد که مسئولان جشنواره استریولیتو در پترزبورگ نام او را از روی خط اشتراکیان بگیرند. حالا بدبینان طلب دارند که تا منیژه را به جشنواره سرودهای قزاق‌ها که آخر ماه سپتامبر و اول ماه اکتبر در کوبان دایر می شود راه ندهند. ولی مسئولان این جشنواره گفتند که قصد از حق اشتراک در این جشنواره محروم کردن منیژه را ندارند. روز 9 اکتبر منیژه در زادگاه شهر دوشنبه کنسرت برپا می کند. این کنسرت تحت عنوان شهر خورشید در کاخ سروش دایر می شود.